یک هفته باز در تلویزیون های افغانستان زنان با چهره پوشیده نمودار می شوند. با وجود اعتراض های زیاد، طالبان به اجرای دستورشان درباره پوشش چهره زنان در تلویزیون های افغانستان پافشاری دارند. در شماری از رسانه ها مردان هم در اعتراض به دستور طالبان و به پشتیبانی از بانوان همکار خود نقاب سیاه پوشیدند. از جمله در این برنامه تلویزیون طلوع مهمانان برنامه به این حرکت همراه شدند. در برنامه از سخنگوی اداره امر به معروف و نهی از منکر خواسته می شود که برای مدت نقاب بپوشد و با دهان بسته و با چهره پوشیده گپ زدن را تجربه کند. اما او این تقاضا را رد می کند و مخالفت با دستور طالبان را تمسخر و سرکشی از حکم شریعت می داند. کسانی که در مخالفت با حجابند تا این حد رسیدند که به طور آشکار مخالفت میکنند و این موضوع را شوخی دانسته تمسخر میکنند. آنها با حکم اسلام و شریعت مخالفت کردند. شماری از نطاقان زن که در تلویزیون ها کار میکنند با نشر این ویدیوها در رسانه های اجتماعی به دستور طالبان اعتراض کردند. دستور واکنش های تند را در بیرون از افغانستان نیز به همراه داشت. سازمان دیدبان حقوق بشر روز سه‌شنبه امر طالبان را برای پوشش چهره زنان در تلویزیون یک دلیل دیگری پایمال حقوق زنان در افغانستان نامید. تازه‌ترین فرمان طالبان درباره اینکه زنان هنگام اجرای برنامه‌های تلویزیونی ماسک بپوشند دلیل آن است که طالبان در تمام عرصه‌ها حقوق زنان را پایمال می‌کنند. متاسفانه این همچنان بیانگر پاسخ جامعه جهانی است. طالبان که ماه آگوست سال 2021 دوباره به حاکمیت در افغانستان برگشتند، عهد دادند که در چارچوب شریعت اسلامی بر زنان حق و آزادی می‌دهند. اما دختران بالاتر از صنف ششم هنوز اجازه به مکتب رفتن را ندارند. زنان تنها در چند اداره محدود کار می‌کنند و پوشیدن چهرهشان حتمی است.